اگه که یک کسب و کاری دارین یا میخواین یک کسب و کاری شروع کنین، این ویدیو دقیقاً برای شماست. کتاب نیش داون از کریستوفر لاشت، نویسنده آمریکایی، به یک نکته بسیار مهم برای کسب و کارها توی دنیای مدرن اشاره میکنه که ندونستنش میتونه باعث بشه آدم‌ها زمان و سرمایه خودشون رو از دست بدن. حالا برای اینجا این کتابو خوندم و اون چیزهایی که یاد گرفتم رو به صورت خلاصه برای شما هم تعریف میکنم. اگه اولین بار اینجا هستین، اسم من خشایاره و اینجا منابع معتبر خارجی رو میخونم و اون چیزایی که یاد میگیرم و به صورت خلاصه برای شما هم تعریف میکنم. کتاب یه جمله‌ای داره که تم اصلی این کتابه و تمام چیزایی که جلوتر میخوام بگم هم یه جوری به همین جمله برمیگرده. من اینو ابتدا به انگلیسی براتون میخونم و به فارسی براتون ترجمه میکنم. کتاب میگه که focus on what makes you different rather than better. تمرکز کن روی چیزی که تو رو متفاوت میکنه تا اینکه بخوای بهتر بشی. منظورش از بهتر شدن هم رقابت با بقیه برای بهتر شدنه. یه باوری که ما آدما داریم که انگار توی این دنیای مدرن ما رو داره مخفیانه عقب نگه میداره اینه که فکر میکنیم اگر میخوایم موفق بشیم باید وارد رقابت با بقیه بشیم، اونجا سعی کنیم خودمون رو بهتر کنیم و توی اون رقابت بتونیم به موفقیت برسیم. کتاب چیزی که داره میگه توی این دنیایی که فراوانی محتواست، فراوانی محصول، هر روز 1000 تا چیز مختلف معرفی میشن، اون چیزی که باعث میشه شما موفق بشی اینه که سعی کنی از بقیه یک وجه تمایزی داشته باشی، یک گوشه‌ای رو برای خودت پیدا کنی که توی اون گوشه خودت تنها باشی و از اون گوشه مسیر خودت رو پیدا کنی و بیای بالا. حالا این به صورت مشخص یعنی چی؟ برای اینکه منظور رو برسونم، بیاین با هم دیگه یک کسب و کاری را بندازیم و 2 تا استراتژی داشته باشیم. استراتژی اولمون این باشه که سعی کنیم با بقیه رقابت کنیم و از بقیه بهتر بشیم و استراتژی دوممون این باشه که سعی کنیم متفاوت باشیم و اون تفاوت خودمون رو خیلی ابراز کنیم. کاری که می‌خوایم بکنیم چیه؟ می‌خوایم یه کافه را بندازیم. اول بریم سراغ اون سناریو اول که سعی کنیم رقابت کنیم و بهتر بشیم. من یه کافه می‌خوام را بندازم. کاری که می‌کنم چیه؟ میرم بقیه کافه ها رو مطالعه می‌کنم. میرم می‌بینم که منوی کافه های دیگه چطوریه، قیمتاشون چجوریه، دستگاه‌هایی که استفاده میکنن چجوریه، لوکیشنشون چجوریه، میز و صندلیشون چجوریه، استراتژی محتواشون چجوریه. همه اینها رو که یک فرمیه که از قبل شکل گرفته، همه اینا رو میام مطالعه میکنم. کاری که انجام میدم چیه؟ میرم همینو کپی میکنم و همون فرم رو یه جایی اجرا میکنم. میرم یه جا اجاره میکنم، میز و صندلی میخرم، دستگاه میخرم، بر اساس همون منو، بر اساس همون قیمتا شروع میکنم و به مشتری ها سرویس میدم. توی این سناریو تنها حالتی که من میتونم پیشرفت کنم اینه که با بقیه کافه هایی که دقیقاً همین فرم رو دارن که ممکنه 1000 تا 2000 تا 10000 تا در سطح شهر باشن، با اینها رقابت کنم و از اینها دونه دونه بهتر بشم تا بتونم مشتری بیشتری بگیرم و موفق بشم. این سناریو اول. طوری که میتونم توش موفق بشم اینه. 2 تا مشکل خیلی بزرگ وجود داره. یک، اون کافه هایی که من قراره باشون رقابت کنم ممکنه که از من سابقه بیشتری داشته باشن، ریزکاری های کار رو بشناسن، آدم ها رو توی این بیزنس بشناسن، ممکنه که سرمایه اولیه بیشتری به نسبت من داشته باشن، ممکنه که لوکیشن بهتری داشته باشن، ممکنه میز و صندلی دستگاه های گرونتری از من داشته باشن، ممکنه قیمتاشون رو رقابتی تر پایین تر نگه دارن. من با همه اینها خیلی سخته که بخوام در شروع رقابت کنم، به خصوص با توجه به این قضیه که منی که میخوام یه بیزنس رو شروع کنم یه محدودیتی دارم دیگه. من بی‌نهایت پول ندارم برای اینکه یه کافه را بندازم و با توجه به اون محدودیتم این که من با همه اینها بخوام رقابت کنم خیلی خیلی سخته. دومین عیب بزرگی که این استراتژی داره اینه که این جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم رو بهش میگن economy of attention، اقتصاد توجه. این جایی که داریم توش زندگی میکنیم، ما برای اینکه بتونیم درآمد داشته باشیم اول باید توجه آدم ها رو بگیریم، بعد اون توجه attention رو مانیتایز کنیم و از اون درآمدزایی کنیم. حالا برای اینکه من این توجه رو بگیرم، اولین کاری که باید انجام بدم اینه که به خاطر آدم ها بمونم. اگر بیزنس من، اگر محتوای من 100 تا 200 تا 10,000 تا شبیهش وجود داره، چرا یک مخاطب، چرا یک مشتری من رو باید یادش بمونه؟ چرا باید توجهش رو به من بده؟ این 2 تا ایراد بزرگه که این استراتژی اول داره که من با بقیه رقابت کنم. امکان این که من
سرمایه‌مو از دست بدم، امکان اینکه زمانم رو از دست بدم توی این دنیای مدرن خیلی خیلی زیاده. منتها بریم سراغ استراتژی دوم. توی این استراتژی دوم باز من میخوام کافه بزنم، همون میزان سرمایه اولیه رو هم دارم. منتها کاری که میکنم چیه؟ من میگم کافه من کاری که انجام میده تم اصلیش اینه که برای کسایی که 7 صبح میخوام برن سر کار، 7 صبح میخوام برن مدرسه، من فقط به اینها سرویس میدم. کافه میام از 5 باز میکنم تا ساعت 11. توی این تایم به صورت مشخص فقط برای این افراد محدود میام کار میکنم. یعنی یه گوشه‌ای برای خودم ایجاد کردم، یه وجه تمایزی ایجاد کردم که شبیه من دیگه وجود نداره. همین قضیه باعث میشه که من از بازی رقابت کردن با بقیه خارج بشم و یه گوشه‌ای خودم تنها باشم، یه کاتگوری برای خودم داشته باشم. اینجا از یه طرف دیگه من اگر که محتوایی بخوام تولید کنم، اگه این بیزنس خودم رو بخوام معرفی کنم به یه سری آدم، به محض اینکه ایدمو بگم امکان اینکه این بیزنس من توی ذهن بقیه بمونه خیلی خیلی بیشتره. بقیه میگن آها همون کافه که 7 صبح میاد باز میکنه فقط 7 صبح قهوه میده. کتاب داره میگه که به جای اینکه کارهای عمومی انجام بدی، از فرم‌های از پیش ساخته شده استفاده کنی که هزاران هزار نمونه مشابه وجود داره که باید برای موفقیت با اونها رقابت کنی، یک گوشه‌ای با خلاقیت برای خودت به وجود بیار که اون گوشه تنها باشی و اونجاست که تو میتونی مسیرت رو از اون گوشه به سمت بالا بسازی. به خصوص توی این دنیای مدرن که هر کسی برای خودش یک کسب و کاری داره، هر کسی یه محصولی داره، همه جا محتواهای مختلفه که ما داریم میبینیم. تمرکز کن روی چیزی که تو رو متفاوت میکنه تا اینکه بخوای با بقیه رقابت کنی برای اینکه بهتر بشی. خب حالا این گوشه، این نیش که راجبش صحبت کردیم، این چند تا ویژگی دیگه هم داشته باشه. شاید مهمترین نکته‌ای که باید راجبش بدونین اینه که شما این رو به وجود میارین، این قبل شما وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی دوباره اشتباهی که ما میکنیم میره که میریم سراغ فرم هایی که از قبل وجود دارن. منتها این نیش ها، این گوشه ها چیزایی هستن که ما محیط اطراف خودمون رو مطالعه میکنیم، نیازها رو مطالعه میکنیم یا یه مشکلی رو حل میکنیم. بر اساس اون مشکلی که حل میکنیم، بر اساس اون نیازی که شناسایی میکنیم، میریم و یک محصولی طراحی میکنیم که درسته که یک شاخه اصلی رو داره دنبال میکنه، شاخه اصلی همون کافه هست، منتها یک تخصصی، یک خلاقیتی رو بهش اضافه میکنیم. یعنی ما اون نیش رو میسازیم، اون نیش از قبل وجود نداره. دومین نکته‌ای که راجع به این نیش باید بدونیم اینه که این نیش جایه، این گوشه جایه که ما بتونیم این هویت خودمون رو ابراز کنیم. فکر می‌کنم همه ماها آرزویی که داشته باشیم اینه که کار کردن به ما حس کار کردن نده. اینطوری نباشه که من 8 ساعت از روز خودم رو به یکی دیگه اجاره بدم و همش منتظر باشم ساعت تموم بشه که از سر کارم برم که بتونم یه پولی بگیرم. اون 8 ساعت هم میخوام برای خودم باشه. من میخوام کار کردنم، حرفه‌ای که دارم، تخصصی که دارم، یه جایی باشه که من این هویت خودم رو ابراز کنم، اون ارزش‌هایی که دارم رو یه کاری باهاش بکنم. میگه این نیش، این گوشه، یه ویژگی دیگه هم که داره اینه که اینو به شما میده. شما اگه خودتون یه نیازی رو بتونین برطرف کنین، یه جایی باشین که فقط خودتون اونجا باشه، این یه جاییه که شما میتونین هویت خودتون رو هم ابراز کنین. یه مثال خیلی جالبی که کتاب از دنیای واقعی میزنه، یه رستورانیه توی آمستردام به نام ویگن جانک فود. این رستوران یه کار خیلی جالبی که انجام داده بوده این بوده که به جای اینکه بیاد یه فست فودی بزنه که کلی شبیهش وجود داره، یا بیاد یه رستورانی بزنه برای افراد گیاهخوار که بازم کلی شبیهش وجود داره، اومده اینها رو با هم دیگه ادغام کرده. یه جاییه که شما میری اونجا غذاهای گیاهی وجود داره ولی تمشون انگار فست فودیه، یعنی اون مزه رو سعی کردن بدن، اون حال هوا رو به وجود بیارن. و نه تنها این ایده بسیار گرفته بلکه آدم‌های بسیار زیادی بعد اینو کپی کردن. یعنی از یک گوشه‌ای شروع کرده بوده که خودش بوده، اونجا اومده این کاتگوری خودش رو درست کرده، خیلی اعتبار زیاد اینجا کسب کرده. کلی آدمم چون دیدن که این گرفته اومدن و همین کار رو ادامه دادن. منتها از اون جایی که این رستوران اولین کسی بوده که این کار انجام داده، بیشترین سودم همینا بردن و ایده‌ش هم ایده خیلی جالبیه دیگه. اصلا یه بار که بهش فکر می‌کنید تو ذهن آدم خیلی راحت میمونه. این نکته بسیار مهم رو هم بهتون بگم که منابع بیشتر توی کانال تلگرام ما به نام خشایار تاکس وجود داره. همین یه دونه کانال هم داریم. لینک این کانال هم توی دیسکریپشن هست،
هم توی کامنت ها هست و هم به سادگی شما اگه وارد تلگرام بشین و خشایار تاکس رو سرچ کنین میتونین عضو کانال ما بشین. خب حالا بریم سراغ یکی دیگه از تمهای کتاب، نیش داون، که اصلا تایتل این کتاب هم هست. نیش داون یعنی چی؟ نیش داون یعنی محدود کردن آمدانه بازار خودت. یعنی من به جای اینکه بگم بیام یه کافه میزنم که خیلی دیگه شبیهش وجود داره، میام آمدانه بازار خودم رو محدود میکنم و میگم من فقط برای کسایی که 7 صبح میخوام برن سر کار میام و به اونها سرویس میدم. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه تعداد مشتری هایی که پتانسیل اینو دارن که از من خرید کنن کمتر بشه و خیلی از آدما از این میترسن، میگن من نمیخوام بازار خودم رو محدود کنم، من میخوام یه کار جنرال عمومی انجام بدم، یه کافه بزنم که همه آدما در همه ساعت ها بتونن از من خرید کنن. منتها کتاب میگه که مشکل همینجا به وجود میاد. میگه که شما تصور کنین که زمانی که دارین یه کار تخصصی انجام میدین یا یک آدمی یه کار تخصصی داره انجام میده، امکان این که شما از اون خرید کنین خیلی بیشتره. اگر من آدمی باشم که 7 صبح قراره برم سر کار و از این قضیه اطلاع داشته باشم که یه کافه هست که فقط این سرویس به خصوص رو داره میده، چون کار تخصصی داره انجام میده، امکان این که من برم سراغ این خیلی بیشتره. چرا؟ چون من به عنوان مشتری به این فکر میکنم که این کافه‌ای که تخصصی داره 7 صبح قهوه میده و من 7 صبح میرم سر کار، احتمالاً نوع قهوهش قهوه‌ایه که من بهتر بتونم کار کنم در طول روز، اون ساعتایی که سر کار هستم. احتمالاً یه سری اسنک هایی هم اومده طراحی کرده که من از این بتونم بگیرم صبحونه هم استفاده بکنم. احتمالاً نیاز من به عنوان یک محصل که 7 صبح میره سر کار، به عنوان یک کارمند، اینها رو بهتر اومده شناسایی کرده و محصولی که اونجا ارائه میده بیشتر به درد من میخوره. من ترجیح میدم که اون محصول تخصصی رو برم بخرم. درسته که من به عنوان صاحب این کسب و کار محدود کردم بازار مشتری خودم رو، منتها امکان این که اون بازار مشتری بیاد و از من خرید کنه خیلی بیشتره، چون من دارم یه کار تخصصی انجام میدم. همه اینها رو علاوه بر این راجع به میدیا هم کلی میتونیم راجع به صحبت کنیم. حالا من کاری که خودم انجام میدم همین یوتیوب هست و این چیزایی که این آدم داره میگه رو واقعا توی میدیا، هر چیزی که تا حالا گفتم توی میدیا، توی تولید محتوا، اینو باید ضرب در 100 کنی. مهمه که چقدر متفاوت بودن مهمه تا اینکه بخوای بهتر بشی. و اینا همه چیزاییه که باید لحاظ کنی، یعنی نیش داون کنی، بازار خودت رو، محصول خودت رو محدودتر کنی به یه گوشه‌ای و اینجا که تونستی خودت رو اثبات کنی، اونجا که تونستی اعتماد آدم‌ها رو جلب کنی، حالا میتونی نیش آب کنی. حالا من بعد از اینکه آدم‌های زیادی من رو با کیفیت توی اون محصول خودم، توی اون محصول تخصصی خودم شناختن، حالا میتونم بگم من برای کسایی که از سر کار برمیگردن هم یه محصولی دارم. اینطوری بعد از اینکه یک جامعه هدف محدودی رو جلب اعتماد کردم، حالا میتونم برای آدم‌های بیشتری با یک محصول نزدیک به محصول قبلیم یه کار بزرگتر انجام بدم. یه مثال دیگه‌ای که کتاب میزنه یه برند لباسیه به نام تال فاینز که کاری که این برند لباس انجام میده اینه که به صورت تخصصی برای خانم‌هایی که قد بلند هستن لباس تولید میکنه. یعنی اون کات‌هایی که داره، اون دوختی که داره، به صورت تخصصی فقط و فقط برای خانم‌های قد بلنده و توی سالهای اخیرم تونسته هم ورود بهتری به مارکت داشته باشه و هم بتونه تعداد مشتریاشو افزایش بده. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما این گوشه رو اینو چطور بسازیمش؟ چه اقدامی بتونیم انجام بدیم؟ یه جمله کتاب داره، من اینو براتون میخونم و بعد به فارسی براتون ترجمه میکنم. Solve a unique problem. Identify a problem no one else cares about or a problem no one even sees and you have the seeds of a niche that can grow into something legendary. میگه که کاری که باید انجام بدی اینه که یک مشکلی رو پیدا کنی که کس دیگه یا نمیبینه یا به اندازه کافی بهش اهمیت داده نمیشه. خلاقیت تو اونجا به خرج بدی. یه اپیزود دیگه ما از آقای ناوال ترجمه کردیم که حتی میتونید توصیه میکنم تماشا کنین، راجع به همین موضوع به صورت مشخص صحبت میکنه. خلاقیت ماها از دانش خرد ما میاد، از دانش کلان ما نمیاد. یعنی چی دانش خرد و دانش کلان؟ دانش کلان اون چیزهاییه که توی کتاب‌های دانشگاهی نوشته شده، قوانینیه که مثلا شما سر اقتصاد کلان میشینی به شما اقتصاد رو توضیح میدن. منتها خلاقیت واقعا از دانش خرد ما میاد، از انجام دادن کارها میاد. اینه که شما با یک پدیده برخورد داری و سعی می‌کنی یه موضوعی رو حل کنی توی کار خودت، تو زندگی خودت، تو بیزنس خودت. اونجا متوجه یه مشکلی میشی که کس دیگه یا اونو ندیده یا به اندازه کافی
به اون بها داده نشده. اونجاست که شما میتونی برای اون مشکل یه راه حلی پیدا کنی، یه خلاقیتی به خرج بدی و راه حل خودت رو، یک بیزنسی رو دورش ایجاد کنی. در واقع اون میشه اون گوشه شما، اون نیش شما. یه مثال خیلی جالبی که راجع به این قضیه وجود داره ایربی‌ان‌بی. قبل از اینکه ایربی‌ان‌بی وجود داشته باشه، آدم‌هایی که سفر می‌کردن یه مشکل بزرگی داشتن. با اون این بوده که اگه می‌خواستن شب جایی بمونن، باید می‌رفتن تو هتل می‌موندن. هتل ممکن بود که برای خیلی‌ها گرون باشه، ممکن بود اصلا اون میزان هزینه رو نخوام بکنن. کاری که ایربی‌ان‌بی انجام داد اینه که متوجه این مشکل شد و اومد یه سرویسی رو برای حل این مشکل به صورت مشخص معرفی کرد. و اونم چی بود؟ اونم بود که آدم‌ها بتونن خونه آدم‌های دیگر رو با قیمت‌های پایین اجاره کنن. شما می‌تونی بری خونه‌ت اونجا، اگه توی شهری خونه داری میتونی بری اونجا خونه تو بذاری و آدم‌هایی که میان به اون شهر میتونن بیان اون خونه رو ببینن، نظرات رو از قبل بخونن و بیان تو خونه شما با هزینه کمتری بمونن. یه تجربه عجیب‌تری و بهتری شاید از مسافرتشون بتونن داشته باشن. دو تا تم دیگه هم کتاب داره که راجع بهشون صحبت میکنه. اینا رو من خلاصه توضیح میدم، ولی منتها اصلا این کاری که من میکنم معرفی کتابه. در واقع هدفم اینه که شما بعد از این ویدیو بریم و کتاب رو بگیرید مطالعه کنید، چون خلاصه کردن جایگزین خوندن ورژن اصلی نمیشه. منتها من اینا رو به صورت خلاصه براتون توضیح میدم. اولیش راجع به استوری تلینگه. میگه شما بعد از اینکه اون مشکل رو متوجه شدی، راه حل رو تونستی که بفهمی چیه، یه سیستمی طراحی کردی، اونجا زمانش رسیده که شما بتونی داستان خودتون رو بگی، داستان گوشه خودتون رو بگی، داستان محصول خودتو بگی و از طریق استوری تلینگ، استفاده کردن از زبان، بقیه رو متوجه این مشکل بکنی، متوجه این قضیه بکنی که این مشکل چرا مهمه، چرا راه حلی که شما داری ارائه میدی مهمه، چرا حرف شما مهمه، چرا اصلا شما آدم این مسیر هستی و اینها رو همه باید بدونی که چجوری از زبان استفاده کنی. یه مهارتی که من به نظرم به خصوص با این قضیه هوش مصنوعی روز به روز داره مهمتر میشه، کریتیو رایتینگ، نوشتن خلاقانه. به نظرم هیچ وقتی به اندازه الان کسایی که میتونن درست بنویسن پیشرفت نمیکنن. اینم از این استوری تلینگ. اون تا آخرین چیزی که راجع بهش صحبت میکنه تکنولوژیه. میگه که هر کسی الان از تکنولوژی استفاده نمیکنه برای اینکه بتونه اون گوشه، اون کار تخصصی خودش رو معرفی کنه، به شدت داره ضرر میکنه. اینم باز دوباره به نوشته های آقای ناوال هم باید برگردیم یه سری بزنیم. آقای ناوال چی میگفت که این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، حالتی که شما بتونی موفقیت درست حسابی داشته باشی اینه که لورج داشته باشی، اهرم داشته باشی. اهرم چیه؟ من اهرم میکشم، یک انرژی کمی تبدیل به یک انرژی بزرگی میشه. حالا این اهرم چیه تو زندگی ماها؟ همین سوشال میدیایی هستش که ما داریم استفاده میکنیم. یعنی شما میتونی یک آدم از قشر متوسط باشی، از جهان سوم باشی، یه اکانت اینستاگرامی رو شروع کنی، این اکانت اینستاگرام شما توی سومین پستش به میلیون ها نفر برسه، یه ویدیو میلیونی داشته باشی، یه پیج یوتیوبی شروع کنی، این به میلیون ها نفر تو دنیا برسه. تیک تاک ممکنه همین اتفاق بیفته. میگه این تا چند سال گذشته برای قشر متوسط وجود نداشت. قشر متوسط این اهرم رو نداشتند. حالا شما اگه بیای یه گوشه‌ای برای خودت طراحی کنی، یک مشکلی رو حل کنی، با اون استوری تلینگ، با استفاده از زبان بتونی یه برندی رو بسازی، بتونی پرسونال برندی داشته باشی و این رو بلد باشی چطوری از طریق میدیا لورجش کنی، به آدم‌های زیادی برسونی، این میگه یه حالتیه که شما میتونی یک حرکت، حالا به قول خود کتابی، حرکت لژندری بزنی، یه حرکت بزنی که تبدیل به یک آدم خیلی موفق توی اون حوزه خودت باشی که فقط خودت اونجا حضور داری. کاری که من اینجا میکنم اینه که چیزایی که خودم یاد میگیرم و با بقیه هم به اشتراک میذارم. یک راه هم وجود داره که شما از من حمایت کنین که بتونم این کار خودم با کیفیت بهتری انجام بدم و اونم با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کانال من هست. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید.